سلامی دوباره، اما دو تا حرف. اولین حرف خیلی ممنونم که لایک و کامنت میذارین، ممنون مثل همیشه. و اما دومین حرف دوباره مثل همیشه، آیا آماده سروتونین هستین؟ اگه آره پس به من این اجازه رو بدین که بگم آقای ادیتور رانش کن. خیلی خب، اولین ویدیو مربوط به آقای صادقیه، پس میدونم که داریم قویش رو میکنیم. دیگم روم نمیشه. چرا رود نمیشه؟ آخه خجالت میکش. خجالت نکش. خجالت نکش بگو. خجالت نکشم؟ نه بگو. بگم ساعتمو نگاه کن شب رنگی. آره؟ قشنگی؟ چرا خیلی قشنگ. آفرین آقای صادقی، آفرین. یعنی آلفا بتا متا سیگما همشو کوبیدی یه چیزی گفتی، یعنی خفن، یه دیالوگ ماندگار. آفرین. میدونی بچه خیلی دلم میخواد به شما یک چیزی بگم، منتها خجالت میکشم که بگم. ساعتمو نگاه کنید شب رنگی. بعدی تو رو به یادم میارم دیگه نداره. اوه حبیب حبیب حبیب. البته میدونی خوب کردی که زدی، چون منم رفته بودم داخل حس. آفرین. بعدی یوزرسیفه. ازدواج با این پیرزن عاجز و درمانده، او که فرتوت و نزار است. فرمان خداوند یکتاست که با این پیر دلسوخته ازدواج کند. او هرچه باشد برای من تفاوت نمی کند. او هرچه باشد برای من تفاوتی نمی کند. فکرشو بکن، بری به دوست دخترت بگی فرمان خدا است که باید یه شوگرمامی داشته باشم. میدونی الان که فکر میکنم میبینم آره بدم نیست یه شوگرمامی توی این شرایط گرونی به دردمون میخوره. اونایی که شوگرمامی هستن ولی دافن لطفا کامنت بذارن، هرچند فکر نکنم یه خانم مسن پولدار توی ویدیوهای من پیدا بشه. البته شاید بشه، اگه هستون کامنت بذارین. بعدی معرفی میکنم بگیرترین شخصیت دنیا. پسران عزیز ایران زمین بگیر باشید، دقیقا مثل حبیب. بعدی این بابای دکتر افشاره؟ نه خیر، اون گوزه، اون کناری بابای آقای دکتر افشار. خانم شیرزاد تشریف آوردن. واقعا میمردی میذاشی من یه خلوب از اون آیس فراپاچینو میخوردم؟ حالا میمردی جلوی خودتو نگه داری از اون آیس فراپاچینو نخوری؟ آیس فراپاچینو رفتین یخ بسازین، این کیسه یخ چی شد؟ این همش آب شده. اومدم رد شدم. یه دوتا چراتی که بری میرسی. واقعا میخوای زنگ بزنم آژانس؟ آژانس برای چی؟ یه آقای دکتر افشار رو معاینه کنن دیگه. منظورتون اورژانسه؟ ببخش، من همش این آژانس و اورژانس و آتش فشار و آتش نشار و ببر و پلنگ رو با هم دیگه قاطی میکنم. ببر و پلنگ. حالا میخوای زنگ بزنم آتش نشار آژانس؟ اورژانس منظورتونه؟ نه نیازی نیست، با همین یخ صورتشون خوب میشه. هر جور صلاح میدونی، به هر حال شما از من دکترترین. میتونه این خانم شیرزاد یه چیز خوبی دارن اینه که اصلا کم نمیارن. میکنم خانم پرستو شیرزاد هستم، منشی جدیدمون. ای چه جالب، اسم منم پرستو شیرزاده. منم شما رو عرض کردم. این بابای دکتر افشاره؟ نه خیر، اون گوزنه. اون کناری بابای آقای. میدونی چرا باید واقعا یه نفر عکس یه آدمی هست و عکس یه گوزنی هست، این آدمه و این گوزنه، چرا باید یک نفر بپرسه که اون گوزنه بابای دکتر افشاره؟ خانم شیرزاد لایک. او چیه؟ قهوه تلخ. چی؟ قهوه تلخ نخور. قهوه تلخ خوردی تا حالا؟ حسن زر نکن. تو تا سال پیش با آفتاب آب بخوردی، الان بری من قهوه خور شدی؟ من همیشه قهوه میخورم. تو همیشه قهوه میخوردی؟ بله. بخور بینم. بیا.
خوشمزه. خیلی خوشمزه. گوچیلا معلومه تو از قهوه خور نیستی. خیلی خوشمزه است. میدونی این موضوع چیه؟ موضوع اینه چرا جره این اداگرد ما قهوه خور رو در میارین؟ مثلا خیلی با کلاسه، مثلا خیلی خوبه. یکی بود داشت به کسی که حالا قهوه میخورد میگفت تو ننت قهوه میخورد، بابات قهوه میخورد، کی توی کل فامیلتون قهوه میخورد که تو هم الان داری قهوه میخوری؟ خب جواب به همچین آدمی باید دیگه جواب داد. باید گفت آقا به تو چه؟ به تو چه؟ من اصلا دوست دارم ادای آدم با کلاس رو در بیارم ها. من دوست دارم که قهوه بخورم ها. ببخشید شما خانم کمالی هستی؟ نه. چقدر هم با شورش میره. نیستی شما؟ البته بذاریم چشاشم نگاه. چقدر چشاش آبیه، میدونی خیلی خیلی آبیه، یکم آبی پررنگه. البته هرچند من زیاد میدونین از چشم ابرو مشکی ها خوشم میاد. آبی هم خوبه نه، ولی خب چشم ابرو مشکی بیشتر سرخی منه. نیستی شما خانم کمالی؟ نه من نیستم. شما خانم کمالی هستین؟ نه من کمالی نیستم. نه من کمالی نیستم. اما بگذارید معرفی کنم خانومه کمال. خدا یه چیزی گفته بود باشید نکنه شما خانم کمالی هستین؟ اما هنگ خوبی داره. کمالی منم. شما خانم کمالی؟ خیلی خوب بود، واقعا خیلی خوب بود. مستر هوا چطور؟ میدونین چی میگه؟ میگه هوا چطور؟ یعنی هوا چطور است. ولی اگه با اون مدل لحن بگی انگلیسی میشه. ملوله یارو پشماش داریم پرسه میتونی انگلیسی حرف بزنی؟ اوکی. الان که میتونی انگلیسی حرف بزنی؟ هوا یعنی هر چقدر لحنتو اونطوری کنی انگلیسیت هم دقیق و دقیق تر میشه. خیلی خوب دوستان تموم شد. با من حرف بزنین، تو کامنت ها به من بگین کدومش فیوریت شما بود. میدونین من فیوریت من خانم شیرزاده همیشه هست و همیشه خواهد بود. واقعا بعد ویدیو رو لایک کنین و اگه کاری با من داشتین تو دیسکورد هستم. ارادت فعلا خداحافظ.